در شب و روزی که در بدخشان یک حالت بسیار خونریزی صورت گرفت، امام رحمانوف برآمد ولادیمیر پوتین در یک از مشکلاتایی که در اون منطقه اومده بس اخبار برآمد. واقعا من اصلا وقتی هم سرلوحه اون اخبار را دیدم که همدردی امام رحمانوف با پرزیدنت روسیه، واقعا گفتم توف به شما بر این سیاستمداران، یاوران، نمیدونم اون مشاورانی که در گرد و اطراف رحمانوف نشستن. آی بسوادو، شما رفتین در بدخشان این ملت کشتین، یک مشاور نبرآمد، یک رسانه رسمی نبرآمد، یک دپوتات مردمی نبرآمد، یک وزیر نبرآمد، یک وکیل نبرآمد، یک رئیس جمهوریت نبرآمد، یک شاعر و حافظ و نویسنده و ورزشگر نبرآمد بگه همدردی به خاندان آن شهیدانی که در بدخشان خونشان ریخت. این چی نمود مصیبت از بالای ملت. خب دوستای عزیز، طول 3 هفته قریب می شود که ما و شما شاهد یک حادثه بسیار دردناک و غم انگیز شدیم که از طرف حکومت امروزه رحمانوف باز هم بالای مردم بدخشان تیر کشاده شد و 3 نفر در آنجا به شهادت رسید. کیها بودند، چگونه کی صورت گرفت، چگونه به شهادت رسید، اینا را ما حرف زدیم. البته فقط در شکل عموم میخوام این موضوع را شرح بدم که البته که حکومت باز هم در اینجا بازی‌های خود را انجام داد، مردم خاموش کرد و بعد از اون که مردم خاموش شد کنار رفت و باز بالاخره اون 3 نفر جنایتکار برآمدن در تلویزیون‌های رسمیشان نشان دادن، گفتن اونها جنایتکار بودن، به قتل رسانده شدن. اگر که بگذار جنایتکار بودن، به هیچ وجه سرقانون کشور میگه که هیچ کس حق ندارد یک نفر را از آزادی محروم بکنه. این قانون اساسی کشور است. در اینجا حکومت رحمانوف دست به جنایت زد و 3 نفر را به شهادت رسانید، چون قانون اساسی میگه کسی حق ندارد یک نفر را از حیات محروم بکنه. نظامی داریم، امنیت داریم، کارهای داخلی داریم، الفا داریم، بتا داریم، دما داریم، سبچکا داریم، نمیدونم علامت سوال داریم، علامت خطاب داریم، هزار گروه بچه ها و بز بچه ها، امنیت و زیر امنیتی و بز امنیتی و شغالی امنیتی بود از زیر شاخه داریم. ولی یک نفر با تمام نیرو و نفوذ نتونستن آرام بکنن. ما در این نقطه حرف زدیم. ولی اینجا سوال با میون میبیو که مردم خاموش ایستاد و یک گروه هست، بدخشانی هم هست، سغدیر هم هست، ختلانی هم هست، زرفشانی هم هست که دروغ های رحمانوف رو راست میکنن. کسی که دستش در خون میزنه اونها میگن درست میگن. از رئیس سرکرده تا وزیر، از ورزشگر سرکرده تا یک نظامی، از رقاصه سرکرده تا یک سراینده، از راهروب سرکرده تا یک روزنامه نگار. بدبختانه جامعه ما چنین یک سیاست پستی را به خود گرفته است. خیلی جای افسوس است که امروز ما چنین یک نظام بسیار پست داریم که نسل امروزه ما یک نسل مریض است. خیلی جای افسوس است واقعا که من شاید چنین یک بدبختی، چنین یک مصیبت شاید بیرون از تاجیکستان در دیگر کشورها به طور ما شاید نباشه. شاید نباشه واقعا. خب دیگر اون کشورهایی که سیاست بسیار غلط دارند که مادر دیکتاتور است، اونها را ویل بکنه. از قبیل ترکمنستان که او یک افسانوی است، او را مانه به حال خودش. کره که هست یک کشور دیکتاتوری دیگر، کره شمالی، او را مانه به حال خودش. و منظوری من بالای یک ملت هست که دعوای تاریخ میکنیم، دعوای فرهنگ میکنیم، دعوای علم میکنیم، دعوای دانش میکنیم. در این ملت چی وبای بالای ملت آمده است که امروز ما چون یک حالت بسیار پست قرار داریم، چاپلوسی. در همین جا لایق شیر علی مردم مصرع شعرش میگم البته که بسیار یک غمی، درد، مصیبت، مشکلات ملت در این مصرع ها جاری کرده بود. من گمان میکنم که واقعا لایق شیر علی چقدر یک شخصیتی فرهنگی بود که حس میکرد که آینده این ملت چی میشود. در یک مصرع شعری میگه که جبر تاریخ یگام قول ندیده است که ما، جبر تاریخ یگام قول ندیده است که ما، زهر تاریخ نجات نچشیده است که ما، ملت زیر فلک بر همه فرهنگ سطور اینقدر ذلت و خواری نکشیده است که ما. واقعا ما یک ملتی که با داشتن رودکی و فردوسی و سینا و خیام و بیدل و بالاخره میبیا عینی و بالاخره میبیا ساتیم الازاده، بالاخره میبیا لایق شیر علی، مومن قناعت و دیگر شاعرای بزرگی که میبیا میرسه
و بعد این همه فرهنگی که ما داره میبیا ملت در یک حالت چاپلوسی قرار میگیره. واقعا اشعار لایق امروزه تقدیر ملت از ذکر میکنه که ما چقدر یک بدبختی در آمدیم دوچار شدیم. در بدخشان داره مردم میکشند، داره مردم به شهادت میرسونند، داره مردم از زندگی محروم میکنند. گروه میبرو میگه درست کرده اونها جنایتکار بودند. بلیاز خدا در شب و روزی که در بدخشان یک حالت بسیار خونریزی صورت گرفت، امام رحمان برآمد ولادیمیر پوتین در یک از مشکلاتی که در اون منطقه آمده بس اخبار برآمد. واقعا من اصلا وقتی هم سرلوحه اون اخبار را دیدم که همدردی امام رحمان با پرزیدنت روسیه، واقعا گفتم توف به شما بر این سیاستمداران، یاوران، نمیدونم اون مشاورانی که در گرد و اطراف رحمانوف نشستن. وای به حال شما، مرگ شما. در منطقه ملت داره اذیت میکشه، در منطقه مردم کشتن، مادر برآمده است در سردی تابوت فرزند چماند است، دعوای عدالت داره. رحمانوف هوش و گوشش در پیرش است، در پدر معنویش است، در خواجه خارجیش است، در اون کسی است که ایره تعیین میکنه. در سومالی یک سومالیگی را یک اژدها را میخره، رحمانوف میده و میگه همدردی با پرزیدنت سومالی فلانی. در نمیدونم بین ایرس ارژانتین است، نمیدونم در مکزیک است، در خب کره است، در بنگلادش است، در اندونزی است، در کین کدام یک کشورهای روی دنیا، در کوبا است، در ارژانتین است، در جای دنیای نیست. اگر یک نفر میمره، رحمانوف همراه مشاوران پیری کمونیستش قلم در دستش میگه همدردی با فلان جنس بنک، همدردی با نمیدونم یانگ چون پینگ فوند 1 2 3 4، همدردی با چارت کیم کدام چرت پرت. ولی در وطن تابوت صدها هزارها مهاجر برمیگرده، یک روز نه یک وزارتش، نه یک کمیتهش، نه یک ادارهش، نه یک ساختارش نمیگه همدردی به خاندان این ملت. آی بسوادو، شما رفتین در بدخشان این ملت کشتین، یک مشاور نبرآمد، یک رسانه رسمی نبرآمد، یک دپوتات مردمی نبرآمد، یک وزیر نبرآمد، یک وکیل نبرآمد، یک رئیس جمهوریت نبرآمد، یک شاعر و حافظ و نویسنده و ورزشگر نبرآمد بگه همدردی به خاندان آن شهیدانی که در بدخشان خونشان ریخت. این چی نمود مصیبت از بالای ملت. میرن کونی نمیدونم رفتن قادر فهم میلسین داوزو بیلو میرن آخه چی کارای نمیکنه که زلم خان و قوربلا خان و فلانی خان و آخه آی بلیاز خدا. بس از این نمود چاپلوسی، بس از این نمود بدبختی. این قدر مردمی ما را، مردمی کوکاز کشت، این قدر تاجیک نمیدونم. آخه چی مثال برای شما بیارم که بفهمین که چقدر تاجیک در روسیه مردم چچن و مردم داغستان و مردم گرجستان و دیگر مردم ها ازدواج هم میکنن، چقدر مسخره شون میکنن، آخه تحقیرشون میکنن، تجاوزشون میکنن، پستایشون میکنن. یک نفر نمیبرو گپ زنه، آخه یک گروه از چاپلوسای در جامعه ما پیدا شدن از قبیل بلاگرها، از قبیل ورزشگرها میرون نمیدونم آخه جیگری روزن خودی رو میلسن، میرون نمیدونم نجسی اوشا میخچن، میرون چه کارایی نمیکنن. آی مردم، آی بناموسا، آی کسانی که این ملت با چاپلوسی دعوت میکنین، شما شرم نمیکنین؟ من هیچ یک قوم دیگر ملت را نمیبینم که با مثل ما چاپلوس باشه بگه که спасибо за президент روسیه تاجیکستان не знаю رحمانوف или точно другой که ما را دستگیری کرده است، جو که ما را فلان کرده است. ما میریم آخه یک نفره که باور که من نمیدونم از کدام فرهنگ گپ زنم، ده من نمیفهم از کدام سیاست گپ زنم، من نمیفهم از کدام دیدگاه نظر کنم بالای مسئله و این مشکلات ها. واقعا من نمیفهمم این چیزا. چی نمود مصیبت هست بالای این ملت. در بدخشان هزار مردم کشتن، ده ها هزار میدان برآمدن و بالاخره پیدا شد اشخاصی که او قضیه را خوب گمانبر و مردم ها بکنن و کسایی که کشتن گفتن که او را خوب کردن کشتن و حکومت باز هم مردم بدخشان و ما و شما را باز هم در اینجا فریب کرد.